ایرابی با اقلان تلفنش برداره که من یه مایده دلم قرار بگیرم. گوداگ میروم. اوه ما همین روز اول این مردک گفتم که مردک جون ای همه خصلتی بد میدیدگی من همین مردکی که شاو میگرده این گپا ایجا زد برو اومد رفت با این شاو این نمی اومده خونه با این شاوگردی را یاد گرفته بوده. از بیت خونه بیا من تماشا کت را چیکار میکنم مشکوا کت میکنم ترا فهمیدی قطعی ما ولی صابونی ما قطعی ولی تو جمعه نشدی تو مرا خپک دیدی خیال کرده که مگم از بیت خونه بیا ایرا 20 ساعت خیلی مالی تو رفتی شاو گشتی شاو اینا رفتی گشتی ساعت 7 سحر شده تو نمیخیزی خونه بیایی نمیگی که زن دارم دم خونه نینیک دارم دم خونه فکری مرا نکردی تو فکری همین نینیک من نمیکنی از بیت بیا از بیت خونه اومد انا که تو تیاری تبین السلام علیکم خاک خیلی با گفتم عروسی نبی به تک تک مدرویم که یکم دیم روزای ما شما شاو جا بدی ما شما دا چی واردم نه شیرینی واردم 6 تومان 40 درهم عروسی من 6 تومان 40 درهم برای شما واردم تخ بیرون نکنه ما دین سحر بیرون کرده خورم رحمت اینی رو بگی بیرون میخریم آزی ما شیرینیت ای سرد مانا 6 تومان 40 درهم آزی دادرنی سا کورکا کالای خطا بیرون میکنم یک جا بدی شاو تا کجا بدی او شیرینیت ای سرد مانا انا که شیرینیت خودت بگی بخو فهمیدی بخو مطرح نگفتم که من همه فعلی شو میدیده من مرده که شاوگردن انا بیتو بفهمی که واه مردک ای مردک جون ای مرا بی ای مرا ببخشه مرا یادم برو اومده که تو امشب سمه نده بودی آفرین کجا آفرین اینا زغنولم شکست به همه دیگه کندرم ایجونم سخت بده انا که دودرم 1 ساعت کنده ساز بکنی همسایه او همین کنده را تابستان نمیگرفتی نمیشد ولی این وقت عذاب نمیدادی آخی همسایه جون همین تابستان یک درزه یک کم از هیزم داشتم هیزم نرسید همین کنده را گفتیم بگیریم ای پیش زمستونی خنک میبیه همین را علو کدک تا پیش کم پیش استراحت بکنیم این طور که باشه خیلی کار نکنه باشه بالا کار گرفتن نکار کنده رو باید تیپید نمود سپس بعد باید گرم شد همسایه همین ناو همین خرخری زنه خلاصیم بود در خرخری خزرم خامت پکی کم شکم مردک جون مردک هزانک تینجه مردک ای خوکه تینجه خونه مونا دز زدک مردک در اینجا مستی لغلقی بفایده کده خونه تا نیم شبو شوان برای خبر نمیشی دز؟ ها دز داخی رفتیم خونه چرا دزی دز؟ در مونا دزی داری اوهانی آشخونه بود کو؟ هاو داری اوهانی مهمون خونه را؟ ها آشخونه را مهمون خونه را نه آشخونه را؟ همسایه پیش بود رو همسایه دوست اینجا بیاد دوست اینجا بیام میگم تو داری خالای وارا دادی تو دوست تو نمیفهمی
پاش بزن پاش بزن پاش بزن پاش بزن بیا بیا رفتم درگیرم سویا درگیر مرد درگیر پس بدونم تو میدونی خانی کی درام دیدی تمام بخش جنگا گفتم یک بار دیگه بدرو پاچو تا مایده میکنم پاچو تا مایده میکنم اینا درد صدای کلی دستی مدا ما کو در айдурун махкам кардам тоба ё чӣ хедир омада سوناجون دین ما اشان رفتم اشان رفتم با تو خمیر اشان ایرو سیگا وقتی عدو جورام رفتم همون نزدیک اشان خیلی قزیقم کار دروندم تماشا یا عروس یافتم باور میکنی میبینی یا گوشت میرم این خیلی آدم خوشرویشه یکم بار دیدم عروس یافتی؟ وو همین درباره چیزی میگفتی اکو راست بوده همیگا یه بچه او عروست که در اونجا مرا زنگ زده است این سعدی بالحواس میگه من ای پشت قطی و جنگ شده من گفتم او خیلی بچه نیست این تانه هم خیلی بچه بوده که هم خیلی میگفتی ها وای عروس ای بخدشی چه خیلی ای بخدشی و اینا میدینشاو مده اس ام اس روی کار جون سوزی نازی متر دوست میدارم متر یاد کردم خیلی هم نویسم که من تر دوست میدارم یاد کردم من خیلی باید که بود که عروس با اس ام اس روی کار ای دیگه هم نزدی با پگه عطفت میدادی خیلی بعد همرا در عطفتش ندادی آخی آخی نمی 10 و 28 دوای اس ام اس روی کار ما آیسو 10 و 30 دوای در روی کردم با عروس اس ام اس روی کار که 10 و 20 نه تو کجا دو بدی هم خیلی گو دمی اشما سرنته نم دختره که اشما اولی سونا جان اولی ما اولی زنگ بزنم شا خانشون دیش کنه باشو بیرا خانشون بیرا ای بعد بانو نداره آخی چی شد تمام اولی بزنم یا زنگ بزنم شا یا زنگ بزنم شا بیا ما هم گوش کنم چی میگم الو سلام علیکم سوزی جان خانتون مکی های هیچ کنیست های ماینه سونا جان من رفتم صغیره بروزی ها بیا گپ خیلی دیگه شاید نبرویا ماینه دابنه بچه های به ماینه چون یه هویل میکنن الو جون و درو هوی که خیمه در پشت درو و خود گفته که خوندیش که نیست یکو برو همون دویده کرد در آمدم هوی که داره راست گفتم آخی خانه در هیچ نیست مخمم نیستم